مال خیلی قدیمه و اینها جزء آثاریه که ماندگار برای این فرهنگ هست. هیچ جای دنیا ممکنه بعضی از این کتاب ها نباشد و اینها نسخ خطی اصلیشون شاید ممکنه در موزه های خارج از کشور بردن، حالا از قبل نه اینکه الان. کتاب قانون بوعلی که به زبان انگلیسیه، چند جلده؟ خدمتتون عرض کنم خانم دکتر چند جلده؟ ترجمه انگلیسیش کامل نیست، کلا موجود نبوده که ما در ما 10 جلد ولی نه ما کاملش رو نداریم. نه با زبان کریلی هست. آها. The Canon of Medici. عربی ما کامل داریم. بله. ولی انگلیسی این چیزی که توی ایران چاپ شده و قابل فروشه کامل نیست. بله. هنوز کامل نشده. کتابای بالا. کتاب الشامل نویسندش سوریه، تقریبا هولوحش 30 جلد کتاب و دکتر تمام مواد غذایی از 0 تا 100 خاصیت هاشون ذکر شده. مثلا خدمت شما عرض بکنم که در خصوص ترنج اول گیاه رو معرفی کرده، بعد خدمت شما طبیعت و تأثیرش رو گفته، رو چی تأثیر میذاره. خدمتتون عرض بکنم که از بالا تا پایین، از سر تا قدم رو کجاها تأثیر داره. درست شد؟ اثر که خدمت شما جدیده این کتاب تألیف جدیده با دیدگاه گیاهاندارویی، با دیدگاه سنتی نیست. ولی اون موزه خیلی موثر. دکتر امامی ایشون در واقع داروساز هستن. خب یک کتاب مرجع گیاهاندارویی با دیدگاه فارماکوگنوزی جدید، خیلی طب سنتی نیست. ولی ما برای تکمیل کتابخونه‌مون خب این رو هم داریم از دیدگاه گیاهشناسی جدید. شما از این کتاب‌ها استفاده می‌کنید؟ بله. حالا البته ما عناوینمون ناقصه، باید تکمیل کنیم، ولی کن اینا چیزاییه که حداقل چیزهایی که برای تدریس استفاده می‌کنیم. قرابادین که منبع قرابادین چه؟ عقیلی خراسانیه. عقیلی خراسانی. اسمش قرابادین کبیر. مال عقیلی از خراسانی. در تاجیکستان هستش، چون این خیلی پر استفاده هست. ترجمه این هست با زبان کریلی هم هست. درسته. خب پس شما این استفاده می‌کنید. بعد قرابادین کبیر. قرابادین کبیر. پر استفاده ترین قرابادین ها هستش. این کتابایی که می‌بینید جلدش قهوه‌ایه، اینا تایپی نیست. دست نوشتگی. بله، افست شده، یعنی از همون عکس گرفته شده است. نسخ خطی که بوده به هر شکلی که بوده اینا تصویر ازش تهیه شده. اون چیزایی که تجدید چاپ شده تایپی ایناست. ما یه استادی داشتیم مرحوم اصفهانی، دکتر اصفهانی که فوت کردن، اون در طول عمرش هر یه دونه کتابی در هر موزه‌ای کتابخانه‌ای پیدا می‌کرد میومد اینجوری کپی می‌کرد و به همه دانشگاه‌های علوم پزشکی یک نسخه هدیه می‌داد. یعنی این کتاب‌های جلد قهوه‌ای همه محصول یه عمر کار ایشون. من 160 این خیلی کتاب دست‌نویس کرده هستم. شخصی خریدیم. حالا از روی برنامه خودم 40 سال دیگه عمرم هست، باید که بخوام انشاءالله. سلامت باشید.